تا 42 سالگی هر وقت به من میگفتن زیباترین شعر چیز اینو میخوندم. توی طرفای بختیاری دنبال یه چوپونی راه میرفتم که صدایشو شنیدم که میگه از خدا کردم طلب میشم بزایه، برش و نزد کنم یارم بیایه. و من همشو همون جلسه اول حفظ شدم. 13 کلمه بود و بعد دیدم هیچ شعری، حتی تمام دیوان حافظ منو اینقدر وارد زندگی و احساسات و درون آدم نمیکنه. این آدم خدا را قبول داره، میشش تنها چیز زندگیشه، میشش آبستنه، عاشقه، یارش هم تو سفره و آرزو داره که یارش بیاد و آدم بزرگواریه. بره میششو که تنها زندگیشه و تنها محصولش نثر میکنه. تو کدوم کتاب شعر تو خوندی که یکی تو 13 کلمه بتونه تمام احساسات، عقیده و حتی ذهنیتشو بیان کنه؟